حالا هم نوبت اجرای جاوید سمیر و زیبا نوری است. چشمکو ابروی کمان دل که مرا پریشان میکن نازی پریگه که جهان است دو چشمایش رنگ بهار است مثل زیگه جره نداره نازی نازی نازایش ناز است نازی پریگه که جهان است دو چشمایش رنگ بهار است مثل زیگه جره نداره نازی نازی نازایش ناز است دل منو بردی بخشن آی توی یسم من سرکن یا پیش من بیا سودتن بازم تو رو میخوام من بیشتر بچه یه افغان هست ماه تابان هست تو هستی مجنون من هم لیلی تو رو بچه گم من دیوانه کردی مسیر این زمانه کردی هیچ وقت وفا نکردی غریبه رو صدایی نکردی راتی بریگه تو میمیرم همیشه که بپایت اسیرم بریگه تو میگم عزیزم عاشقت هستم همین پای من دیگر ندی آزار من خانه دل روشن میشه اگر تو باشی یار من یارا که بی وفای من دیگر ندی آزار من خانه دل روشن میشه اگر تو باشی یار من اگر تو باشی یار من نازیگک نازای فراوان میکنه نازکای دل خیرامون میکنه با دو چشمک پریگه که جهان است به چشمایش رنگ بهار است مثل شیگه جوره نداره نازی نازی نازایش ناز است نازی پریگه که جهان است به چشمایش رنگ بهار است مثل شیگه جوره نداره نازی نازی نازایش ناز است این آهنگ نامش هم نازیگک است، خود آهنگ هم نازیگک است، همونطور نیست؟ با افتخار قیس جان و یا آهنگ زیباش آهنگ جاوید جان و زیبا جان اجرا کردن. قیس عزیز البته جاوید جان و زیبا جان اردیتان آهنگ خوب اجرا کردین. آهنگ البته شاد است که بازم دایشکارای هنری داره یا مکای ریزه یک موسیقی گکای ریزه که جاوید جان اجرا کردش و رپ بسیار مقبول زیبا جانی را اجرا کردن. ما از اجرایتان خوش بودم. تنها در آخر که زیبا جان خواند ما فکر کردم که زیبا جان هارمونی نوم میره هشتم میره. یک سر جالب بوده. بازم از رپتان آفرینتان اجرای خوب بوده. ممنون، تشکر. آریانا جان شما بگوین که چطور بود اجرای جاوید جان و زیبا جان؟ من راستی واقعا لذت بردم از این اجرا. بر من بسیار خوشایند بود، مخصوصا گلمک‌های بسیار چوچیم زیبا و مقبوله که جاوید جان مثل همیشه میره بسیار زیباست. و دختر جان I loved you امشب. بسیار رپ بسیار مقبول بود. چقدر تعریف بچهای افغان کردی بیشتر. بسیار مقبول. واقعا بچهای افغان قابل تعریف هستن. مصطفی جان قضیت دلت خوش نکن خب؟ راستی؟ تنها مهربانی کردم جگرخون بگیرم خدا. نه راستی بسیار امی چی میگم می سلف کانفیدنس امی اعتماد به نفست واو بسیار خوش بود. حالا هم میریم به لحظه جدی برنامه و برای زیبا جان و جاوید جان میگم که در کدام ساحه قرار گرفتن.
زیبا حمیدی هفته پیش شعر فراموشش شد، اما با وجودی که کس خبر نشده بود خودش خودت دگیر داد امتیازات بد کسب نکرد. اما جاوید سمیر کسی که اجرایش زیادم خوب نبود، کسی که میره به ساحه حفظ، جاوید نه زیبا حمید.